آقا هیچ میدونین تو گوشی هم بدون نیاز به برق میشه باتری به باتری کرد و گوشی شارژ بشه؟ عین این ماشینا باور کنید کافیه یه سیم رو شما اینجوری وصل کنید به قسمت باتری گوشی اول، بعد به سرش از این جای یو اس بی وصل کنید، بعد شارژر اون یکی گوشی رو بیاری وصل کنی و اینطوری میبینید که به قول بعضیا جی 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 جینگ باتری به باتری جواب میده و گوشی دوم هم شارژ میشه، ولی باتری گوشی اول یخته به چوخ میره. اما لایف هک های گوشی هنوز تموم نشده. اگه حال کردید اون قلب خوشگله رو بزنید من انرژی بگیرم تا بریم سراغ موارد بعدی. همونطور که میدونید لامپ کاربرد زیادی داره. یکی از کاربرداش اینه که باهاش میتونید پروژکتور بسازید همراه با یه گوشی. بله، اول سرشو در میارید، بعد توشو خالی میکنید، یه مقوا این شکلی میارید و به اندازه لامپ جلوشو میبرید. لامپ رو پر از آب میکنید و به این شکل میذارید همونطوری بمونه. یه گوشی رو هم این شکلی میذارید پشتش. بعد فیلم علمی آموزشیتون رو از فایل اخلاق در خانواده 2 که رو گوشی است باز میکنید و میتونید رو دیوار یا پرده با سایز بسیار بزرگ ببینید. با اسپینر هم شما میتونید پایه گوشی بسازید. این اسپینرها به هیچ دردی که نمیخوره، حداقل به عنوان پایه شما میتونید ازش استفاده کنید. یه زمان میگفتم واسه تمدد اعصاب خوبه، ولی بعدا فهمیدیم منظورشون اعصاب فروشنده‌اش. ما خریدیم اعصاب اونا خوب شد. حالا خلاصه اونا رو ول کنید. 3 تا پیچ رو به این شکل که میبینید میتونید بیارید وصل کنید به این سوراخ‌هاش و گوشیتون رو بذارید روش و فیلم‌های علمی و آموزشیتون رو نگاه کنید. موقعی که برقاتون میره با یه قوطی دلستر و یه صفحه الکتریکی کوچیک و یک دانه شمع میتونید گوشیتون رو شارژ کنید. کافیه قوطی دلستر رو اینطوری پاره کنید، بعد به صفحه الکتریکی یک سیم وصل کنید و این سیم رو به اینجا یو اس بی وصل کنید. یک گیرم بذارید زیر صفحه. بعد شمع رو بذارید داخل قوطی دلستر. حالا با گرمایی که ایجاد میکنه از طریق قوطی که به صفحه میرسه میتونید گوشیتون رو شارژ کنید. البته به نظرم صبر کنید برق بیاد خیلی بهتره، ولی خلاصه به این شکل هم میتونید گوشی رو شارژ کنید. اگه خوشتون اومد حتما لایک رو بزنید، دلانگیز و کمو ببینه. به دوستاتون هم بگید که همچین ویدیویی از براشون بفرستید. لایک رو فراموش نکنید، نظرم برامون بذارید. تا ویدیو بعد، خداحافظ شما.